همه یه خاطره دارن که اولین نخی که یواشکی کشیدن کی بوده و چجوری بوده. اصلا ممکنه سیگاری نباشن ولی اکثرا یه نخ سیگار یواشکی کشیدن. من خودم هم همینطور. من از سیگاری پدر بزرگم بلند کردم و رفتم تو دستشویی، روشن کردم و یه پک زدم. خیلی بدم اومد، سرفم گرفت و سیگار رو انداختمش تو دستشویی. حالا میخوام با بعضی رو صحبت کنم و ببینم راجع به این اولین روزی که یه نخ سیگار یواشکی کشیدن چطور خاطره ای داره. آنی ما سیگار میکشیم؟ بفهمیم سیگار. آره تو دوران حتی زیر نوجوانی ما یک زمانی بود تونستیم یه پولی دست ما رسید و رفتیم توی یکی از این مغازه‌های کنگ، خدا بیامرزش، های توکلیان، رفتیم از ایشون سیگار خریدیم ما. سلام. این نخ سیگار ما نداری؟ آره نمیشه بکنه. ایشون هم گفتش که سیگار برای کی میخوای؟ چون اگه میگفتی برای خودم نمیداد. بود زمان رسم اینجوری بود. خب نه، ما به بچه‌ها سیگار نمیدیم. چرا؟ چون به هر حال عواقبشو دیدم تو بزرگسالی. از یه جایی شروع میشه، بچه سیگار میکشه، بعد به چیز دیگه هم ختم میشه. حالا تجربهش کنم ببینیم چیه سیگار. دوست داشتم تجربهش کنم ببینم چه جوریه. شما سیگار میکشین؟ خیلی کم. تفننی؟ آره خیلی کم، مثلا هفته یک مرتبه. مثلا اینطوری هستش که اگر نکشین اذیت چین؟ نه، چون هفته خیلی نه، بستگی داره به فضایی که درش قرار میگیرم. واقعیت تفننیه؟ تفننی، آره. تفننی چقدره مثلا؟ 2 نخ در روز؟ یه روز. آره در روز 2 نخ؟ آره. زیاده نه بابا. روزی یه پاکت و نیم میکشیدم موقع تو دانشجو بودم، ولی بعدش کم شد. الان دیگه نهایتا روزی 6 نخ 7 نخ. نخ اول رو که یک مارلبورو بود ما روشن کردیم، همینجور کشیدیم و دیدیم چه حال خوبی بود. ولی این زمین یواش یواش موجی داره حرکت میکنه. با آتیش همو ما ونستون رو روشن کرده. ونستونی که روشن کردیم دیدیم این حرکت زمین بیشتر شد. یعنی سرت داشت گیج میرفت؟ من نمیدونستم سرم داره گیج میره، فکر می‌کردم حال خوب همیه. و چه میدونستم سرم داره گیج میره، داستان چیه؟ نیستم، نمیکشم. الان نمیکشی؟ نه کلا نمیکشم. کلا نمیکشی؟ آره. نه من پدرم خدا رحمت کنه سیگاری بود، پدر بزرگم هم سیگاری بود. نه من دانشجو که بودم 2 تا 3 نفر که اونجا بودیم سیگار رو با سیگار روشن می‌کردیم، یعنی هوای اتاق آبی بود، ولی بازم سیگاری نشدن دیگه. خیلی خوبه ها. با آتیش و ونستون ما این مارلبورو رو هم روشن کردیم. روشن کردن مارلبورو همون دیدیم این هوا و کوه مثل فرفره داره میچرخه. یکیش اشنوی ویژه بود و یکی همای فیلتر دار که اون ریش همینجوری نوشت. من تو عالم بچگی ریش هم مثل فلش. اون موقع چند سالتون بوده که با این دقت به سیگارا آره. توجه کردین؟ شاید 11 سال. 11 سال. آره. و یکی دور دزدکی ازش رفتم اون سیگارا رو برداشتم. اون اشنوی چون فیلتر نداشت شاید یکی بدترین خاطرات مثلا سیگار کشیدن بود که وقتی شما میکشید اون توتونش هم میرفت توی دهانت. بله داریم فیلم ضبط میکنیم، برو خاطرات تعریف میکنم. بفرما. افسرده و یه حالت افسردگی بهم دست داده بود، ناراحت دیگه، گفتیم که بریم امتحانش کنیم شاید حالمون بهتر بشه. بهتر شد؟ آره جدا؟ آره. بلاموزی داشت اینو نباید بوده. بیشتر میدونی به نظرم تاثیر روانی داره تا تاثیر جسمی. میدونی یه چیزیه که از اون لحظه که عصبی مثلا میگم حالا از هر چی، هر اتفاقی افتاده که تو رو عصبانی میکنه، این سیگاره یه جورایی باعث میشه یه جور حواس پرتیه. به نظرم این میتونه کارو در بیاره، ولی بدنی که هیچی.
نیکوتینش اونقدر تاثیر نداره. چند نیکوتینش؟ 17 سالم بود. یک ناراحتی و دلخوری برام پیش اومد تو خونه. اومدم بیرون، اصلا نمیدونم چرا این به ذهنم اومد که باید برم یک سیگار بکشم. اتفاقا اون سیگارم من کشیدم، قدر حالم بد شد که من تا یک روز سرگیجه و استفراغ و اینا میکردم. من میخوام که بهت میکروفون وصل کنم، شما بری اونجا و بگی که من یک نخ سیگار میخوام، ببینم بهت میفروشه یا نه. سلام خانم، واسه میگم که یه نخ سیگار به من میدی؟ نه، برای کی میخواه؟ برای خودم میخوام. نه نمی برای خودت؟ چند هست خانم؟ لطفا خانم، من امروز لازم دارم. نه میگم نمی. خب یه دونه کم خطرش نمیدونم اصلا چیه. سیگار نداریم. آخه سیگار نداریم. اگه سیگار میخوای برو زودتر خانم لطفا. نمیشه. من از شما خرید کردم چند بار، اگه امکانش هست. هست. با خرید کردن نمیخوام از این چیزی بخرم. خب عصبانی نشین. ما فرستادیمش که بیاد از شما سیگار بگیره. سلام، خسته نباشید. من چرا سیگار نفروختیم بهش؟ سیگار خب برای سن، اصلا ما که برای هم بزرگترام دلمون نمیاد، دلمون میسوزه براشون، ولی اینا حیفن واقعا. 80% اینایی که رفیق باز شدن، اینایی که گرفتار شدن با یه نخ سیگار شروع شد. اینو من سالیان سال تجربه کردم خودم. آقا سجاد دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. کارت ما هم بدین. چی شد که جذب شدی به این که بری یه نخ سیگار بلند کنی و امتحانش کنی؟ دوست داشتم، فضول بودم. این تجربه دوست داشتم. چیه اینکه شما دستت میگیرین سیگاره مثلا؟ اون حسش برات جالب بود؟ شاید نه، بعدها مثلا تو سن نوجوانی یا جوانی مثلا شاید فکر میکردم مثلا اگه سیگاری که دستش بگیره شخصیت میاره یا بزرگی میاره. یکی از کسایی که برام کار میکرد 16 سالش بود، همین چند وقت پیش در مغازه. بعد این سیگار میکشید، من میفهمیدم مثل خودم همون موقع کوچیک بودم مثلا تو دبیرستان، سیگاره رو به خاطر سیگاره نمیکشیدیم، به خاطر اینکه فکر کنم ما بزرگتر از اون چیزی هستیم که مثلا اون موقع سنمون بود سیگار آقا چیز فلان، میدونی منظورم چیه. ولی کم کم مثلا شد رفیقا، همه رفیقا سیگار میکشن، آقا ما هم بکشیم دیگه، مثلا چی میشه، چیزی رو از دست نمیدیم. خودتون سیگار میکشین؟ زیاد؟ کلاس 4 یا 5 ما یه روز یه پاکت کش رفتیم، من بردم برای معلم، گفتم اینو آقا اینو برای شما بوده، بیا آقا مینایی نامی بود. پسرم یعنی از شما خواسته بود که براش؟ نه همینجوری، اصلا یه لطفی بود، فکر می‌کردم یه چیز خوبیه دیگه. گفت پسرم من سیگار نمی‌کشم، هر جا برداشتی برو بذار سر جاش. دیگه جرئت نکردیم بریم بزنیم سر جاش، به بچه‌ها گفتیم بریم اینو خودمون بکشیم. هیچ وقت یادم نمیشه اولین نخ سیگار من اونجا کشیدم و همون یه نخ هم بود، فکر می‌کنم تا خونه 10 بارم خوردم زمین، سرم گیج بود، حالت تهوع داشتم، ولی دیگه یواش یواش شروع شد با همون یه نخ. چی شد ادامه دادیم؟ دیگه شروع شد دیگه با همون یه نخ. یعنی همون تاثیر داشت؟ بله. با تمام این که سرگیجه گرفتین و حالتون بد شد ولی بازم ادامه دادیم؟ با همون یه نخ شروع شد. با همون یه نخ. معمولا وقتی ناراحتی سیگار میکشی یا خوشحالی؟ بیشتر آدم تو ناراحتیاش دیگه. تو ناراحتی؟ وقتی خوشحاله زیاد خیلی خرابش نمیکنه. سلام. ما بریم شما بگیرید. این کوچه قشنگ بود، گفتیم که نمای کوچه هم سفید. یه طعم سیگار. خیلیا میگن وقتی هوا خوبه خیلی حال میده اگه یه نخ سیگار بکشی. خیلی هم میگن که وقتی ناراحتی باید سیگار بکشی. خیلی ها قبل غذا باید بکشن، خیلی ها بعد غذا باید بکشن. اما من اینو متوجه شدم، انگار وقتی که سیگاری هستی هر بهونه‌ای طلب میکنه که شما یه نخ سیگار بکشید. در مزراتش که همتون استاد هستین، خودتونم میدونین چیه، اما نکشین، خیلی مطلب خاصی نمیشه گفت. این ضرر داره. اینم داستان ما.